Sehr geehrte liebe Freunde, wir beginnen mit Lektion 298 از سری درس‌های آلمانی به فارسی.com. در درس گذشته اشاره کردیم که ich habe darauf hingewiesen, dass درس‌های آلمانی به فارسی رو ادامه میدیم, dass wir mit den Lektionen weitermachen und die Lektionen fortsetzen möchten, wollen و zur Verfügung stehen, zur Verfügung stellen رو گفتم, تمرین بهتون دادم و خوب بود. تقریبا جوابای دوستان، پاسخایی که میدادن تقریبا مناسب بود. من تصحیح هم میکنم توی سایت. خب در این درس میخواستم در مورد هین، هر اینا رو همه رو بگم. کلا چندین درس مسلما خواهد بود، ولی چند تا سوالم دوستان پرسیده بودم که دیدم فکر کنم نگفتم این ورب ها رو و این کلمات رو. گفتم بگم بد نیست که اینم یه مقدار گفته بشه، مثلا پشیمان شدن یا تلافی کردن اینا رو گفته باشیم که اینم حالا در مورد هین و هر شاید یکی دوتا ورب هم فعل هم در اینجا گفتم. هین در واقع یعنی دور میشه از یه چیزی، از یه نقطه‌ای. هر به سمت اون میاد. مثلا من میتونم بگم گه هین، برو اونجا. دیگه منظور از هین یه جایی هست که معلومه، مثلا قبلا راجع بهش صحبت کردیم. یا از یه جایی میره پس از ما یکم دور شدنه. من میتونم بگم کم هر، بیا اینجا. مثلا بچه بیا اینجا، بیا دست بیا تو بغلم، کم هر بیا طرفم. میبینید؟ پس هین از یه چیز دور میشه، هر به اون نزدیک میشه. در واقع مسلما شما وقتی از یه چیز دور میشید به یه چیز دیگه نزدیک میشید، درسته؟ پس معمولا یه مبدأ باید در نظر داشته باشیم. یک مبدأ مثلا توی دستگاه مختصات هم یه صفر داریم، این صفر مبدأ است دیگه، درسته؟ اینم هم اونو در نظر بگیریم. یه مبدأ داریم، وقتی میره به سمت از مبدأ دور میشه هینه که هین، وقتی میاد به سمتش هر هست. bereuen. So, wenn wir Reue bedeutet پشیمانی. Reue. و یه ان من اگر اینجا اضافه کنم، یه ب هم بذارم اولش فعل میسازم. bereuen. خب شما میتونید یه چیزی رو از یه چیزی پشیمان بشید، درسته؟ تو فارسی از داره، توی آلمانی آکوزاتیو داره. شما یه چیزی را پشیمان میشید. مثلا یه کاری کردین میگید ich bereue das. از اون کار، حالا هر چیزی هست، یه چیزی راجعش صحبت کردیم، پشیمونم. ich bereue das. اینم گفتم شوبای آلمانی هست. از یه درسی به بعد یه مقدار بهشون اشاره کردم که bereue نیستیم، یه او هست، او خیلی بدون اکسنت، بدون فشار تو زبون. مثلا وقتی من میخوام او رو تلفظ کنم، مثلا میگم möchte ich میبینید وقتی او رو میخوام بگم یکم استرس، یکم فشار تو زبون یا تو دهن ایجاد میشه. möchten یعنی یه مقدار حس میکنید اون کشش‌ها رو، انقباضا رو. ولی وقتی میگم ب اصلا هیچ استرسی نداره، نمیدونید چطوری ایجاد میشه، خیلی راحت میاد بیرون. این شوابش میگن، تو خیلی از زبان‌ها وجود داره، تو انگلیسی هم، توی فرانسوی هم، توی فارسی هم. و اینا یه مقدار بی صدا هستن، یه مقدار بی استرس هستن، صدا نه، بی استرس هستن. یعنی کشش اونجوری تو زبان ایجاد نمیشه. به خاطر همین میگم این مثل این خیلی ولی نرم‌تر. بقاین ب حالا اگر گفتید ب ایس اوکی، خود منم خیلی جا گفتم و میگم هنوز، ولی بخواید دقیق بخواید بگید این ب هست و به ترتیب گوش کنید و هم میتونید راحت‌تر، در واقع میتونید تلفظتون رو بهتر کنید اگر دوست داشته باشید. خب ich bereue das. تاتورت مثلا دیدید؟ تاتورت یک کریمی هست، یه فیلم پلیسی هست، سریال پلیسی هست که هر شب معمولا شبکه یک آلمان میذاشت یا حالا میذاره هنوز. تاتورت که معنی اورت یعنی جا، تات یعنی عمل، مثلا جایی که عمل قتل مثلا رخ داده. و تات یعنی عمل، حالا کار، مثلا عمل خیر انجام بدید بهش، عمل بد میری جهنم. این تات، گوت تات. مثلا من امروز هابش اینه گوت تات که ماخت، یک کار خوب نیک انجام دادم. ich bereue meine Tat. مثلا یه کار بد کردم، میگم من از کارم پشیمونم.
Ich bereue meine Tat. از کاری که کردم پشیمون. ما ورت داریم که معنی کلمه است و وارتا. مثلا وارتا خب مثلا هم میدونید دیگه، یعنی دیکشنری، لغتنامه. وارتا یعنی کلمات. و همچنین یه دونه ورت داریم که معنی سخن و حرف کسیه. در اینجا جمعش ورته هست. ورته یعنی دیگه املاوت و اینا نداره. مثلا ماین ورته یعنی کلمات من، حرفای من، بیانات من، چیزایی که من گفتم. انسپرشن در وارهایت، با وارهایت تطابق داره. مثلا من میتونم بگم bereut seine Worte. حرفایی که زده رو پشیمونه ازش. آنها رو پشیمون. seine Worte. Sie اون دختره hat ihre Worte bereut. یعنیش هست میشه ته میگیره. bereut. hat bereut پشیمون شد. از حرفاش پشیمون شد. hat seine Frau زنش را schlecht behandelt. بد رفتار کرد باش. bereut das jetzt. الان پشیمون. jemanden schlecht behandelt oder gut behandelt. یعنی باهاش خوب رفتار کنی یا بد رفتار کنی. فقط با فرد نیست. مثلا شما میتونید کامپیوترتون رو شلش بهندل کنید یا هندی رو، موبایلتون. اگه شلش بهندل کنی یعنی چی؟ میندازیش رو تخت، میندازیش اینور اونور. Du behandelst dein Handy schlecht. Du behandelst deine Freunde gut. Du behandelst deine Eltern respektvoll. Respektvoll یعنی du respektierst deine Eltern. Respektvoll. voll یعنی پر در واقع. یعنی پر از احترام. یعنی با احترام. صفت. respektvoll behandeln oder respektlos behandeln. لوس اگه باشه یعنی بی احترام. لوس کم میشه ازش دیگه، درسته؟ ازش در میره، نداره دیگه. خب so was bereuen Sie? Was bereuen Sie? Was bereuen Sie? Bereuen Sie شما in Ihrem Leben تو زندگیتون. شما از چه چیزی را پشیمانی تو زندگیتون؟ خب برای مثلا این یک تمرین Aufgabe 1. مثلا من در اینجا میتونم بگم اون چیزی که من پشیمونم رو بنویسم، بعد نقطه بذارم. مثلا بگم من تحصیل نکردم. Ich habe nicht studiert. خب نقطه ich bereue das. من ازش پشیمونم. یا اینکه اینجوری بگم ich bereue es, das. Ich bereue es, das. حالا اون چیزی که میخوام بگم و اینجا بگم. اون چیزی که پشیمونم که فعلش میره آخر. یا اون چیزی که پشیمونم و اول بگم، اینجا بگم، نقطه بذارم، بعد بگم ich bereue das. این میبینید که راحت تره، نه؟ ولی اینجوری هم بگید. میبینید وقتی میخواید بگید این اسه میاد که این اسه برمیگرده به این چیزی که بعدا میخوام بگیم. این داسی که اینجا میگیم برمیگرده به این جمله اولی که گفتیم. میتونیم بگیم از غوی یعنی پشیمانی، دی غوی، درست؟ اسمه. Sie hat ihre Worte bereut. Worte چیزی هم که اینجا میخواید شاید بخواید بدونید، زنده یعنی گناه. کلمه مذهبیه معمولا. زنده جمعش هم زنده، گناهان. مثلا ich bereue meine Sünde. از meine Sünden یعنی از گناهام هم پشیمانم. خب حالا این هم کلمه واسه این موقع دیدید. و زنده یعنی گناهکار در واقع. die Reue یعنی پشیمانی. شما میتونید غوی zeigen یعنی پشیمانی نشان بدید. zeigt Reue. hat Reue gezeigt یعنی پشیمانی نشان داد، یعنی پشیمون شده. der Dieb
دیب میدونی یعنی چی؟ دیب یعنی دزد، مثلا تو خیابون دزدی میکنه یا کارا اینجوری. Der Dieb hat Reue gezeigt یعنی پشیمان شد، نشونی داد، پشیمانی نشان داد. یعنی در واقع der Dieb hat seine Tat عملش را پشیمان شد. bereut. بخوام بگیم یه نفر پشیمان هست یعنی به عنوان صفت پشیمان، اگه تر بهش اضافه کنم میشن پشیمان تر، درسته؟ پس معنی میده reue voll مثل respectful. این فال که داشته باشه پره، یعنی پر از پشیمانیه در واقع. میتونیم اینو بگیم مثلا reue voll er ist reuevoll er ist jetzt reuevoll، یا الان دیگه پر از پشیمانیه، پشیمونه در واقع. میتونم باز بگم reuelos er ist reuelos یعنی پشیمان نیست، نادم نیست، غیر پشیمان. از یه دزد باشه مثلا احساس پشیمونی نکرده، er ist reuelos. توی دادگاه مثلا reuevoll پشیمانه. respektvoll. خب در مورد sich rächen میخواستم توضیح بدم. اینه انتقام گرفتن، در واقع تلافی کردن. در این مورد هم توضیح میدم. خب مثلا ich habe ihm من به اون eine Waffe zur Verfügung gestellt. من یک Waffe یعنی سلاح، مثلا میتونه تفنگ باشه، هر چیزی. ihm eine Waffe zur Verfügung gestellt در دسترسش، در دست اون پسره قرار دادم. اگه در دست دختره باشه ایه، اگه در دسترس اونا باشه اینن. چند نفر اونا. ich habe ihm ihr ihnen اگه در دسترس شما باشه مثلا این ایش بزرگ بشه اینجوری میشه، درسته؟ eine Waffe zur Verfügung gestellt. ich bereue das از این کار پشیمونم. ich bereue meine Tat. Ich bereue das, was ich gemacht habe. Ich bereue das, was ich gemacht habe. کاری که کردم. Ich bereue das, was ich gemacht habe. اون کاری که از اون کاری که کردم پشیمونم. Das was در 361 تا 170 در مورد این چیزهای relativ sätze صحبت کردیم. Das heißt, ich bereue meine Tat. از عملم پشیمون. از این موقع ممکنه عملو مثلا یادتون نیست یا چیزی نمیدونید اینجا بذارید، یا میتونید بگید همینجوری بگید داس، یا یه جمله بگید بعد بگید داس راحت تر، یا به صورت relativ sätze بگید، اینجوری بگید، جمله رو بیارید پشت. همه کار میشه کرد. یکم تو زبان راه بیفتید اینا رو بهتر میتونید استفاده کنید. Aufgabe 2 میخوام متوجهتون بکنم که اگر پشیمانی نشان دهید شانس بهتری دارید. مثلا وکیل یه نفر میاد میگه تو دادگاه اگر پشیمانی نشون بدی شانست بهتره که حکمت مثلا بهتر باشه، زیاد سخت نباشه. خب اینم Aufgabe است. Aufgabe 2 یکم که گفتم was bereuen Sie in Ihrem Leben، از چه چیزی تو زندگیتون پشیمونید. البته حالا فقط تمرین پشیمونی تو زندگی معنی نداره، چون در هر ثانیه آدم یه فرد مختلفه. اونی که یه دقیقه پیش بودید
الان نیستید، اونی که 1 سال پیش بودید الان نیستید، ولی به هر حال این توی جهان سه‌بعدی یکم معنی داره. خب تا درس بعد، bis dann, tschüss.